روز 26 اپریل سفیر تاجیکستان در بشکک نظیرمت علیزاده را به وزارت کارهای خارجه قرقیزستان دعوت کرده به دستش نوت یا یادداشت اعتراضی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان در رابطه به گم شدن دو ساکن ناحیه لیلک ولایت بادکن را سپاریدند. دو ساکن ناحیه لیلک شب 24 اپریل در نزدیکی مرز با تاجیکستان گم شدند. شام 24 اپریل معلوم شد که آنها را مرزبانان تاجیک بازداشت کردند. بشکک در نوتش تاجیکستان را بر بودن آن دو شهروندش عیبدار کرده از دوشنبه خواسته است که قضیه را تحقیق کرده گناهکاران را به جوابگری بکشاند. جانب تاجیکستان تا کنون این ماجرای رخ داده در مرز ناحیه لیلک قرقیزستان با ناحیه غفورف ولایت سوغد را رسما شرح نداده است. واکنش دوشنبه به نوت اعتراضی بشکک و عیبدار کردن تاجیکستان بر بودن دو شهروند قرقیزستان نیز تا حال نشر نشده است. طبق قبلا گزارش شده بود دو جوان شب 24 اپریل در مرز ناحیه لیلک قرقیزستان با ناحیه باباجان غفورف تاجیکستان غیب زدند. آنها در ساختمان یک کارگاه دوزندگی در دهه اکس اوچو کار میکردند. شام 22 اپریل معلوم شد که آنها را مرزبانهای تاجیک با اتهام عبور غیر قانونی مرز دستگیر کردند. جانب تاجیکستان همان شام 24 اپریل هم این دو جوان و هم 6 نفر دیگر قرقیزستان را که نیز در تاجیکستان در بازداشت قرار داشتند آزاد